سلام، با ویدیوی دیگه از اختیار با کیان در خدمتتون هستم. اگر خاطرتون باشه توی جلسات گذشته راجع به مبلغ پریمیوم دریافتی یا پرداختی زمان معامله اختیار معامله با هم صحبت کردیم. اما این مبلغ پریمیوم بر چه اساسی محاسبه میشه یا با اغماض اگر قیمت رو به عنوان ارزش اختیار در نظر بگیریم، ارزش اختیار معامله بر چه مبنایی محاسبه میشه؟ اختیار معامله از دو بخش ارزش ذاتی و ارزش زمانی تشکیل شده. یعنی چی؟ ارزش ذاتی در واقع برای اختیارهای معنا پیدا میکنه که در سود هستن، یعنی اختیار خریدی که قیمت اعمالش کمتر از قیمت دارایی پایه باشه یا اختیار فروشی که قیمت اعمالش بالاتر از قیمت دارایی پایه در بازار باشه. به طور مثال اگر قیمت 60 تا 135 تومان باشه و من یک اختیار خرید 115 تومانی خریداری کنم، یعنی یک زستای 115 تومانی، در آن واحد حدود 20 تومان توی سود هستم. پس ارزش ذاتی این قرارداد در آن واحد 20 تومان هست. و اگر یک تستای 150 تومانی خریداری کنم، یعنی اختیار فروش 150 تومانی، در آن واحد 15 تومن توی سود هستم. بنابراین ارزش ذاتی این اختیار فروش 15 تومن هست. ارزش ذاتی اختلاف قیمت دارایی پایه با قیمت اختیار معامله هست که برای نمادهای در سود یا ایندمانی معنا پیدا میکنه. اگر خاطرتون باشه توی ویدیوهای گذشته راجع به این صحبت کردیم که زمان بخش مهمی از ارزش گذاری اختیار معامله است. در واقع ارزش زمانی اختیار معامله اون بخشی هستش که شما بابت پیش بینی یا ارزش گذاری قیمت آینده دارایی پایه در نظر میگیرید و هرچی زمان تا سررسید یا تاریخ انقضای قرارداد بیشتر باشه، این ارزش زمانی عدد بالاتری هست. توی این تصویر من نماد اهرم رو انتخاب کردم. بیاین توی دو تا سررسید مختلف قیمت نماد اختیار معامله رو با هم مقایسه کنیم. همونطور که می‌بینید توی بهمن ماه قیمت اعمال 2400 تومانی نماد اهرم حدود 170 تومانه که با توجه به قیمت فعلی اهرم که 2550 تومان هست، حدود 150 تومان ارزش ذاتی این قرارداد هست و حدود 20 تومان ارزش زمانی. اما قیمت اعمال 2400 تومانی اسفند ماه همونطور که مشاهده می‌کنید قیمتش 320 تومانی، یعنی خریدار و فروشنده روی قیمت حدود 320 تومن با هم توافق کردن. 320 تومن اینجا حدود 150 تومن ارزش ذاتی قرارداد هست و حدود 170 تومن ارزش زمانی. خب همونطور که مشاهده می‌کنید عدد 320 تومن نسبت به 170 تومن بهمن ماه عدد بیشتری هست. با توجه به اینکه این دوتا قرارداد ارزش ذاتی یکسانی دارن، خریدار برای قراردادی که دورتر هست، یعنی زمان بیشتری تا سررسیدش وجود داره، ارزش زمانی بیشتری قائل میشه. بنابراین قیمت اختیار معامله از جمع ارزش ذاتی و ارزش زمانی تشکیل شده.